لیدیز اند جنتلمن، حالتون چطوره بچه؟ من علیتون هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیویی از چنل خودتون. آقا امیدوارم که حالتون خوب باشه، عالی باشه، سلامت باشید. و آقا خیلی خوش اومدید به این ویدیو. قراره که بریم یه سری از ویدیوهایی که خودم هم به قرآن ندیدم، نمیدونم چی هست، بهشون بریم ریاکت بریم و ببینیم چی به چی. آقا یه سری ویدیوهایی که نمیدونم چی هم پارسا واسم فرستاده و بریم بهشون ریاکت بریم، همین دیگه. لیتس گو. ادیتو اصلا هم سر ضرب نبود ها، دیدین؟ یه دور خیال بریم بعدی. ای کیرینچه آجی، یه صدای بدی از پشت صحنه می اومد. پشت صحنه ها صدای بدی می اومد. اعصاب سفت مورد درگیری. شاپلون میم اونقدر هم باحال و خفنی نبود، هزار تا ازشون دیده بود، بی نمک. بریم بعدی. اگه با من بکنی من تیکت تیکت میکنم میخورم. با من در برو مردگت بخشمون. تو را قرآن ول کن، ولکن داداش، ما اینجا وایساده من کاری نکشمدت برو چمد. کاری به کارت کسی نداره، کسی با تو کاری نمیکنه، ورده تو کیکه. بریم بعدی. وای آجی، من بیشتر به این میخندم. سیبیلا شبیه آرم بتمنه. بریم بعدی. What the fuck؟ چیه خارشو گوید؟ نه حالم به هم قرده. بعدی. آجی موزیک خیلی قشنگه، تصویر اصلا. آی آجی، من با این موزیک خاطره دارم. نه تو نمیخوام با این ویدیو فراموش کنم. لالو رد میدم. آجی من داشتم با موزیک فاز میگرفتم، موزیکو دیگه رید توش با این تصویر. البته هیچ وقت تطلو قدیمی نمیشه واسه من، همون او باید تو زیبایی خودش رو داره. بریم بعدی. آجی ادیت همینه دیگه، خلاقیته به نظرم. وگرنه تو ادیت مارول رو بلد باش، خلاقیت داشته باشی، چی بلد نباشی، بازا خیلی خفن در میاری. نمیدونم چیز کسشعری گفتم ولی خب جاش بود که باید بگم، گفتم دیگه. آقا دوستان همین. بریم بعدی. نگو میخوای ادای مستر آناتولیو دراری. وای حاجی، این ویدیو رو دیدین؟ ادای این آقا رو در میاره، مستر آناتولی. من یه ویدیو کامل در موردش ریکورد کردم و اگه میخواین لینکش این بالا میاد بعد این ویدیو، برین اونم ببینین. خیلی به نظرم ویدیو بمب و باحالی شد. همین دیگه آقا، بریم بعدی. من تو سفر با خیال راحت میخوابم چون رو به رانندگی رفیقم اعتماد دارم. رفیقام میزنن رفیقاتو 10 خودم خود 12 هیچ فیکه ولی خب ایدهش باحال بود، حال کردم. آره بریم بعدی. بابا تو رو قرآن میخوایم خزبازی در بیاریم با موزیکای تتلو؟ نه. این شاهکارا رو نباید اینجوری این تصویر رو شما زنگ بعدی میزنن اسممو نمیگن، علی آقا صدا میکنن. آقا خوبی؟ درسته آقا ریدی. خونه که دارن صحبت میکنن آیتری مکالمه علیرضا جلو دخترا تو جمع کسکش صداش میکنن.
لیلا پارش میکنه میگه علیرضا نیست اسمش، آقاست اسمش. آجی این دیس به من بود، بیخیال. اصلا ما نظر رابطه در مورد این نداریم. ولی خب این بعدی آجی چرا منم اینجوریم؟ منو داری کجا میبری؟ هی پسر، من دنبال یه باند خلافکار میگردم. اینا رو میشناسی؟ باند خلافکار خودمم. جان؟ اینجا آخر خطه. بجو پسر، یه کف دیگه مونده. بودو بلشو پسر، به خودت بیا. مدوای خواه آجی چی کار داری؟ منم همینه. عادی سلطان باید آخرین مسابقه شو تموم کنه. خیلی بال بود آجی. من اصلا حال میکنم کاندنسو اینجوری باشه، اینقدر خفن، ادیت خفن. به نظرم به شدت بمب بود. ناموسن حال کردیم باشه. بریم بعدی. رفقا صادقانه با پرسم ازتان، تا حالا ساعت 5 صبح گوزیدن؟ نه خب نگوزیده بریم بگوزن دیگه. بریم بگوزیم. چشم حتما. فردا صبح ساعت 5 که از خواب بیدار شدم روتینمو انجام بدم. مثلا من ساعت 5 بیدار میشم و روتین دارم. فردا ساعت 5 که از خواب بیدار شدم روتینمو میخواستم انجام بدم. چشم استاد، چرا که نه؟ حتما. سلطان بریم بعدی. بسته دیگه خدایا، اصلا تنظیم نیست به قرآن. ایش بیشتر من دار حالم همه قابل. بریم بعدی. بازمی بکنم 20 تا این ویدیو از این آقا باسم فرستاده داشت میرسه. کجا میری؟ آجی این کسخوله. عقل صفر. به خاطر چی؟ بریم بعدی. او بیخیال. مهندس این چیپس که داری میخوری چیپسه. یک عدد. آجی این چقدر شبیه بچگی های منه. این که نانه خشک تمدوره. نانه خشک تمدوره چقدر شبیه من بود آجی. پس شبیه کوچیکی هم بود. بریم بعدی. اصلا انتظار این یکی رو نداشتم. فکر کردم الان یه فید ریزی میزنه واسش. چوکو tatlı. Baldan tatlı. Bir gün ben de yiyeceğim. رقص پاشو. بریم بعد. اوه چه سمی. فرخنده یا هیچ کس، فقط فرخنده. من میگم فقط فرخنده. فقط فرخنده. اینم فرخنده. چی این آره بسکوت فرخنده رو خواستم. آره بسکوت فرخنده. نوکرتم. برسن نوکرت بسخول. بریم بعدی. بسخول دیدم کاغذ. چشش چرا اینجوریه؟ بریم بعدی. دخترها به دنیا میان دیگه وقتی چه گوششو سوراخ کنیم. پسرا وجدانان یه دقیقه وایسا. بابا یه دقیقه وایسا. نبارش ببین اصلا من چی میگم. نبارش آقا وجدانان. برای چی میخوای اصلا ببریش؟ نبرش نبرش. نمیخوام. نکن. بریم بعدی. اومدیم دوستان اومدم پیشم حسابی خاک پاتونم میخوان حضوری منو داره همین الان یهویی
منو داره همین الان یوی آجی چقدر دارن جوگیرش میکنن واخنجیرت وگنو واخنجیرت به کردی یعنی همون فارسیش میشه همون که چیز میکنن جوگیرت کرد جو مینداز نمیدونم یه همین چیزیه بریم بعدی بابا بی خیال ناموسن بریم بعدی چیه؟ Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. آجی این چه سمی بود خارشو گاییدم بابا پشمام آجی چرا ملو شدم این آخر آقا این بود دیگه همین دیگه این از این ویدیو آقا امیدوارم که خوشتون اومده باشه لایک کامنت سابسکرایب فراموشتون نشده باشه کانال علیتون سابسکرایبتون باشه آقا یه دوتا کانتنت به ما بدیم به قرآن مغزم داره میگوزه مغزم یعنی واقعا داره میگوزه کانتنت ندارم نمیدونم چی دارم همینجوری فقط ویدیو میگیرم هیچ ایده ای ندارم ولی خب البته که یکی دوتا خفن تو مغزم هستش ولی خب پول میخواد ندارم خارشو گاییدم همین دیگه آقا امیدوارم که این ویدیو خوشتون بیاد کامنت بذارید و به هم بگید که چه نوع ویدیویی خوشتون میاد چه کانتنتی پیشنهاد میدین هر کانتنتی که خوب بود خفن بود پیشنهاد داشت هر کدوم خوب و خفن بود پیشنهاد دادین من سعی میکنم که 100% اونو واسهتون بسازم همین دیگه آقا امیدوارم که خوشتون اومده باشید لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و تا یه ویدیو دیگه